زنی صالحه برای شوهرش نعمت جنت است و زنی بد عذاب جهنم. زنی صالحه باش تا برای شوهرت نعمت جنت باشی. زنی که فرزندش را گم می‌کند هر روزی نو برایش روزی اول است و این غم پیر نمی‌گردد. زنان سخنهایشان را به مردان با چشمانشان میگویند. با چشمی مجرد زن نمیگیرند. نزد همسر درباره زنهای بیگانه حرف مزن، زیرا زن صاحبی جسارت میگردد که عاید مردهای بیگانه حرف زند. لایکی